با نام یاد خدای مهربان سلام. برنامه نوبتی کتابخوان است و در این نشری برنامه کتابخوان ما یک مهمان ویژه داریم و یک مهمانی که بسیار صاحب احترام، صاحب قدر در کشور هستند. نفری که عمر خود رو، زندگی خود رو بهر دفاع از حقوق شهروندان و یک فعال جامعه شهروندی بودند و هیچ وقت در هیچ مسئله در این کشور بی‌طرف نبودند. معلم آیین‌حال با نظر و با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و باید با بیننده برنامه کتابخوان بگم که ما با این برنامه یک کتاب زنده رو دعوت کردیم که حیاتشون، زندگیشون و فعالیتشون شبیه یک کتاب است و بیاید از خودشون بشنویم که معلم چه روز روزگاری دارند و امروز در این هوای بهاری دوشنبه با چه کارهای بند هستید. معلم درود به برنامه شما، درود به خوانندگان شما، درود به آنهایی که پیش از من در این برنامه بسیار جالب مهم امروز اشتراک داشتند. سلامت باشید معلم. من از نام تیم کتابخوان و شخصا از نام خودم اولا عذر میخوام که شما رو به این ششم آشیانه بسیار با یک عذاب آوردیم و شما کمی اذیت کشیدید. من بسیار عذر میخواهم از این چیز و بار دیگه تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. معلم بگویید که از زندگی که تو به اینجا گذراندید راضی هستید و از کدام قسمتش ناراضی هستید؟ از کدام قسمتش میگوید که خوب بود و چه اندیشه دارید؟ از خردسالی خواندن کتاب، دریافت کتاب این یک مقصد اساسی من بود. اگرچند که کودک بودم در یک ناحیه دوردست زندگی میکردم، اما همون کتابی صحبی من در روحیه کتابی صحبی جوانی ما تربیه یافتم و بعدتر وقتی که به دوشنبه آمدم و دیدم که چقدر کتاب ها هست، چقدر عجایب چیزها هست. من شب و روز در کتابخانه فردوسی بودم و همه کتاب هایی که استاد بزرگ ساتی مولازاده نوشته بودند همش رو من خوندم. از آن جمله کتاب های مثلا فضل‌الدین محمدیف که خیلی دوستش می‌دارم، دوست می‌داشتم و امروز هم احترامی زیاد داشتم. عموما حرکت می‌کردم که در محیط اونهایی که در همان دوره خیلی یک نفوذ داشتند در همون محیط تربیت یافتم و در دوره دانشجوییم مرا به همین زندگی که امروز دارم موجی آلمان تیله داد. من که یک برادرم در مغولستان کار میکرد، یک سپیدال آورد. اون وقت موجی آلمان در ما نشان داده نمیشد. من یا اون میرفتم همه سپیدال رو به کوه میرفتم، همونجا گوش میکردم. سخرف همین خیلی تنقید میکرد همین و سیستم شوروی رو. من خیلی از این در غضب میشدم چون که من کمسمال فعال بودم، پیانیر فعال بودم و اومده با همکورسامون صحبت میکردیم و وقتی که یکمین بار من سال 1977 یک ناگهان به بلژیک سفر کرده بودم، این ناگهانی بود. من دیدم که در حقیقت چیزی که اینجا میگوییم میشنویم و چیزی که هست از زمین تا آسمان فرق دارد و سخرف در حقیقت را میگفته است و خیلی او را دوست داشتم. و بعد خوشبختانه من بسیار به شخصیت‌های در زندگیم واخوردم که اونها امروز در جهان معرفی شدند، لایق جایزه های نوبلی هم هستند. مثلا من یک بار با سخرف واخورده بودم، با اویله وی واخورده بودم، با کاپیتسا واخورده بودم. یعنی که با شخصیت‌های بسیار بزرگ و همه وقت در تاجیکستان هم حرکت می‌کردم که همه وقت به تئاتر بروم. حتی با اپرا که من از قشلاق آمدم نمی‌دانستم اپرا چی است، خودم را مجبور می‌کردم که اینقدر دوست می‌دارن این اپرا را، برای چی مردم می‌رود. یک بار دو بار رفتم هیچی نفهمیدم، اما بعدتر فهمیدم. با ملکه صابیرا و دو بار صحبت داشتیم، یک بار در سمالیات، یک بار هم تو یک خوردم. یعنی که در حیات من همین با شخصیت‌های واخوردم که اونها یک موقع بسیار مهم داشتن. اونها گل همین ملت بودند و هستند امروز هم. مثلا میگیریم برزو عبدالرزاق، ببینید که اون اینقدر فاروق قاسیموف و وقتی که در مسکو من شناس شدم با یورسکی
وای گفت که شما میدونید که 3 بار خورده بودم با وای شما میدونید که من در یک سپکتاکل در مسکو دیدم وای همون فلسفه شرقی رو اولین نفره که عموما در دنیا با یک برنامه قریب باید 4-5 ساعت دوام کرد. مردم فکر کرده بودند که از تئاتر در مسکو بود میرود اما هیچ نرفت. شما میدونید که چقدر تاریخی بزرگ دارید و کاپیتسی هم همین گپ رو گفته بود. یعنی که همین من بسیار با شخصیت هایی که یاد گرفتم از اینها. یعنی این شخصیت ها در سرنوشت شما، در زندگی شما، در منبع فعالیت شما نقش داشتن، تاثیر داشتن؟ حتما نقش داشتن. نوادورسکای وقتی که همون در مسئله تاجیکستان بعضی اینجا به ترتیبی ها شد و بعضی جنگ های شهروندی شد و با یک شعار شیشته بود در و که از تاجیکستان دست کشید. من رفته در نزد و شیشتگی بودم، در مسکو بودم، یک جور سفر داشتم رفتم در نزد شیشتم، خیلی صحبت های هم داشتیم با اون کس. و بغیر از این اگر امروزه گوییم برای من فرزانه یک شخصیتی هست که در حقیقت هم فرشته زمینی است هم فرشته آسمانی. کمسمال بودید و یک پیونر که بسیار پیشرفت بودید، در همونجا بسیار ارتق رفته بودم حتی از تاجیکستان. یعنی خیلی فعال بودید و دیدگاهاتون بعداً نسبت به زمان، نسبت به سیستم همون دوره‌تون تغییر کرد و شما بخش حقوق شناسی رو انتخاب کردید و خیلی پیش رفتید در این زمینه. اصلی ترین تغییرات در همین اندیشه‌تون چی بود همون سال‌ها که شما از نسل‌های خودتون برگشتید به یک فکری دیگر، به یک اندیشیدن، به استقلال خواهی، به تغییرات در زندگیتون؟ فکر می‌کنید اصلی ترین عاملش چی بود؟ سوال اول گفته بودید که چرا شما حقوق شناس شدید؟ برای آنکه مکتبی که من می‌خواندم همون اداره سودیش تیرزش در داخلی مکتب بود و هر وقت که تنفس میشد اونجا دویده میرفتیم. یک خانم بود رئیس سود، وقتی که یک کس رو سود میکرد بعد خودش گریه میکرد و دلش میسوخت و من هر وقت همونجا رفته گوش میکردم و همون چیز یک مهر من شد. بعد از کودکی میخواستم که یک همین حقیقت پرستی باشد، یک مثلا همین بود. همین مرا با همین فاکولته حقوق شناسی آورد و باید بگویم که اگر که یک چیز داشت در دوره شوروی بود، همین چیزی که من صاحب شدم. مثلا در دوره شوروی من توانستم به اسپیرانتورا داخل شوم. از یک اویلایی که پدرم صنفی 7 خوانده است، مادرم صنفی 7 خوانده است، در عقبم هیچ کس نبود. اون وقت به فاکولته حقوق شناسی داخل شدن بسیار مشکل بود، همه بچهای وزیرها میخوندن و غیره و غیره. من داخل شدم چون با مدال طلا تمام کردم اما مدال رو نگرفتم تو حضور. لکن وقتی که انتخابات شد، همون بعضی دیگرگونی ها در اتحاد شوروی شد، من در اون ما 5 نفر بودیم که انتخابات شد. انتخاب آزاد من غلبه کردم. من قریب 70% رو گرفتم که این برای مثلا جمهوری یک چیزی در اون فاکولته عموما هیچ کس انتظاری این هم نبود. یک زن، یک بانو، یک دختر که هیچ کس از عقبش نیست، چون که اونجا شخصیت‌های بسیار بزرگ اشتراک کردن بودن، اکادمیک‌ها، اونهایی که سال‌های زیاد اونجا دکان بودن، ابرو داشتن، محل داشتن و غیره و غیره، نه که طرفدارای زیاد داشتن. اونها هم استودنت‌ها دانشجوها آواز دادن و هم معلمان. این عجایب بود، این بسیار عجایب بود و من این کس رو راست گپ خیلی دوست داشتم و همین چیزایی که من دستاورد کردم در دوره شوروی بود. اما میدونستم که این یک گروه هست که نه زندگی میکند. من معاش کلان میگرفتم، من باید از اتحاد شوروی بسیار باید وای میکردم، طرفداری میکردم، چون همه چیز در همین دوره. من وقتی که استقلال شد من از همه زیاد نیو من عذاب کشیدم، ضرر دیدم. اما من هیچ وقتی که فهمیدم که در اصل چی است، من وقتی که با آرخیو های مسکو چند مدت زیادی شده بودم، دیدم که اولین همین جای‌هایی که گولاگ هایی که بودند، اولین بدرگاه ها بودند، همین از طرفی در همین با امضای لیلین شدگی بوده است. بسیار چیزهایی دیدم، خوندم.
اما امروز هم حال بسیارش محکم است، اما به هر حال یک چیزی ندیدم. اون چیزایی که من پیشتر میگفتم حتی شرمم امروز میدارم که چون که همه چی محکم بود ما نمیدونستیم، فکر میکردم که همین شوروی بهترین وای است. وقتی که من خارج رفتم و دیدم که اونجا تماما چیزی دیگر است، زندگی مردم همه خوب است، همه اگر کار کنی وای است. اما وقتی که من سیرم یک همسایه من فقط در توی و که در یک مرده و گوشت میخورد و غیره، این یک چیزی برای من خیلی سخت بود و من به همین قوه هایی که دموکراتی بود بعد داخل شدم. حتی به من بسیاری ها گفتن که از بس که شما دیکن هستید شما رو از وظیفه میگیرن، مثلا چند نفر همه حزبی نو تشکیل کرده دموکرات به خانه هم اومدن، حاضر نمیخوام نامشون نکنم نامبر کنم، امروز خدا رو شکر اونا زنده هستن، اومدن گفتن که همین خیلی. من فکر کردم گفتم که من راضی. بعد گفتن که باید یک چیرادانی که ممکن است کار میگیرن شما. من گفتم که حتی گیرندم. من گفتم میدونم که این سیستم خوب نبوده است، برای مردم نبوده است. بعضی چیزهای خوبم داشت البته، مثلا همین ساهای تیبش به هر حال خوب بود، ساهای معارفش اجتماعیش خوب بود. معلومه چرا هم نسلان شما اینقدر پس افسوس میخورن از اونجا؟ مثلا شما کاملا زرگه داره، ولی بسیاری از هم نسلان شما از شکست شوروی، از رفتن شوروی امروز در این شرایطی که صاحب استقلال هستیم افسوس میخورن. گپ در سر اون است که اونها مقایسه کردن نمیتوانن. از بس که من یک بار دو بار پیش از همین چیزی که من دست کشیدم، من اونجا رفتم و دیدم که همین اگر همین حتی مردم عادی که کار نمیکند برای وای دولت روزگار معاش میتید، تا کاری افتنش معاش خوب میتید، اونها را تامین میکند، هم از جهت تیب هم از جهت خوراکوری و غیره. یعنی که یک سیستم هایی که در حقیقت در جای اول منفیت انسان هستند، یعنی که ارزش های انسانی. اما یک چیز دیگر است، وقتی که اولین بار اتحاد شوروی شد ارزش هایم قریب که برهم خورند. همین مناسبت های بازرگانی اگر چنده که این بسیار چیزی خوب است، به این رشد نه جامعه می شود نه رشد دولت می شود نه رشد دیگر چی، اما گپ در سر اون است که وای بسیار ارزش های انسانی رو هم پشت سر میکند، یعنی که پایمال میکند. اما نوبسته یک راهی برآمدش است از همین چیز. در همین آسیای مرکزی، همین در مثلا چی در قزاقستان چی در تاجیکستان و چی در همین آسیای مرکزی یک چیز باید باشد که همین راهی ممکن تا یک درجه حل باشد. من نمیگویم که من حق هستم، همین باید قانونهای لیبرالی اوید به اینوستیسیا، یعنی که اوید به سرمایه گذاری بکنن که همون سرمایه گذاران بیایند، چون که به سرمایه گذاری در همین شرایط امروزه ما رشد حکومت، رشد جامعه، رشد حتی مکتب های هم غیر امکان است و باید شخصیت های پیدا شوند که خصوصا دستگیری همون شخصانی که به بیزنسی خرد و میانه مشغولند، یعنی که مونوپولیا نشود. اگر همون خصوصا همون میانه هول ها به همین چیز داده شوند، آنها مالکیت خصوصی پیدا میکنند و می توانند که خود را حمایه کنند و با کدام راهی نباشد ممکن حتی راه غیر قانونی را هم استفاده میبرند، میروند از یک نفره که چون که سیستم سودی هم ما باید بگوییم که مستقل نیست، چون که همون سه شاخه حکومت از یکدیگر وابستگی دارد، مستقلا ساحه همون عدالت سودی مستقل نیست. بنابراین هم اون میتواند هر راه را استفاده برد و همون مالکیت خصوصی خود را محافظت کند. وقتی که محافظت میکند و خواهد نخواهد و حقوق خود را محافظت میکند، آهسته آهسته همین به یک عدالت اجتماعی آورده میرساند. حتی همون بلشویکان همین چیز رو استفاده برده بودند. ما از ارزش های انسانی اینجا یادآور شدید و
معمولا بیشتر کشورهای دنیا سفر کردید، با شخصیت‌های گوناگون شدید، ولی همیشه در تاجیکستان از ارزش‌های ملی خودمان دفاع کرد و هیچ وقت اون ارزش‌های بیگانه را که بعضی‌ها مثلا امروز جانبداری میکنن جانبداری نکردید. یعنی در زمینه آزادی خواهی، دموکرات بودنتون، ولی ارزش‌های شرقی خودمان هم، اخلاق تاجیکانای خودمان هم حفظ کردید. نظرتون به همین موضوعی که امروز در جامعه بسیار میلنگه است، موضوع اخلاقی جامعه به نگاه شما؟ اما دیروز وقتی که هم کتابی عبدالخلیل خالقزاده رو در شرق آزاد رونمایی شد، همونجا سوربن نفری بود که امروز اگر پرسید جوانان نمیشناسن. من راست گپ یک صحبتی اورونکوزاد رو خواندم که وقتی که به اون کس سوال دادن که چرا شما مثلا وقتهای آخر کتاب چاپ نمیکنید، ای نمینویسید، و گفت که همین به کی در کار است چیزی من وقتی که چقدر چیزها دارم چاپ نمیشود، وقتی که مردم برای شکم زندگی میکنند امروز. در حقیقت ارزش های انسانی همون وقت جای خود را میگیرد که اگر قسم زیادی عموما اگر فکر کنید همه مردم هیچ وقت طرفدار مثلا همان ارزش‌های عمومی بشری نمی شود و شده هم نمی تواند، چون که یک گروه هستند که اونها عهده دارن که این کار رو بکنند، یعنی که همین چیزی که ما میگیم که اینتلیجنسیا. اما اینتلیجنسیا هم که امروز برای شکم فکر میکند، برای که یک وظیفه فکر میکند و خاموشی رو بهتر میداند. بنابراین همین اگر سالهای پیش به هر حال در همون دوره که بسیار سخت این چیزها زیر نظارت بود، در همون دوره آنها بعضی گپای خود را میگفتند با هر نمود. و من راست گپ دیدم با اورونکوزاد که با چند نفرها وقتی که صحبت میکنید از بهترین ها را نمیشناسند، یعنی که همون ارزش‌های انسانی امروز همین، البته اینجا تأثیری اینترنت هم هست البته، اما به هر حال دولت میتواند که مثلا همونهایی که امروز گپی گفتن دارن، گپشان تاثیر دارد و به اونها ما فقط نمیتوانیم که همون پیشینه را بگوییم. ما امروز باید فقط به پیش نظر کنیم که چرا مثلا یک دولت‌های خرد توانستند در 70 سال اینقدر پیشرفت داشتند. مثلا ژاپن از پیشینه سروزیری وای پرسیدن که اینقدر بدبختی‌های آفت‌های طبیعی شد، چرا اینقدر پیش است ژاپن؟ و گفت که 3 چیز است که دولت ما را به پیش برد. یکم این دانش، یعنی که همین کتاب، دانش، فرهنگ. دوم اخلاق. سوم عملی شدن اون. اینا بینید که همین 3 چیز بوده است. حالا که همین 3 چیز رو ما هم میتوانیم همین رو بکنیم. برای این چی لازم؟ برای همین لازم است که معرفت نوکی عمومی اقلا یک قسمی جامعه رو وای کنیم، چون که میگویند که همین تنها 3 یا 5% جامعه میتواند همین کارها رو بکند، چون که دیگر مردم وقتی که بازار رود یک چیزی ارزان بخرد برای وای همین کفایه است و دور فکر نمی کند. مثلا در خود همون ژاپن کودک از الکای خردسالی همین 6 ماه میشد است، هرچی پیشش میموندیان و کودک کدام طرف دست دراز میکند، بعد همون کودک رو به همون وای میتین، به همون سم میتین. و در ما چیزهای بسیاری نالازمی است در سیستم مکتب‌های ما، هم در مکتبی، هم در باغچه‌ها، هم در مکتب میانه، هم در دانشگاه‌ها و هم در همین اینستیتوت‌هایی که ما داریم، مثلا اکادمی و غیره، که اینها ضروریت ندارن. تا اینکه معرفت نباشد، انسان شناسی نباشد، خویشتن شناسی نباشد، اگر تو خود را نشناسی، خود را احترام نکنی، ارزش‌های عمومی بشری را احترام نمی‌کنی. ارزش‌های عمومی بشری از خود انسان سر می‌شود. اگر خودت را احترام کنی، تاریخت را، میراث نیاگانت را، حتما دیگرها را هم احترام می‌کنی. بنابراین هم من فکر می‌کنم که همین چیز بسیار یک چیز است. من یک چیز را میگویم که خطاگی اساسی بود در چیز است در ما، مسئله کادرها، مسئله جابجاگذاری کادرها. باید اگر شما ببینید در بسیار دولت ها، از آن جمله در آسیای مرکزی هم همین
вазирҳои фарҳанг як шахсиятҳое ҳастанд ки қариб ҳар рӯз дар телевизияҳои давлатӣ дар масалан интернет баромад мекунанд дар бораи муҳофизати ҳамо мероси ниёгон, имрӯза фарҳанг, маданият, китоб, хусусан китоб ҳамун баранда мешаванд. ҳамунҳо чунки ба ҳар ҳол мардуми мо одат кардааст ки агар калон як гап занад, оне ки дар система ҳаст вазифа дорад, гапи ҳамунро дуруст ҳисоб мекунанд. вақте ки фикри шумо дигар мешавад, на он қадар бовар мекунанд, ё ки ин аз тарс аст, ин аз нахондан аст, ин аз дигар сабабҳои зиёд дорад. Ин як сабаб нест, яъне ки сабабҳои зиёд дорад. пештар бубинед ки радиоҳо буданд, шабу рӯз кор мекарданд, масалан ҳар рӯзи шанбе рӯзи дароз мешитем ки кай духтари отиши Ҷалоли Икромиро мо гӯш мекунем. вазири фарҳанг ақаллан ҳар як моҳ дар телевизор як ҳамин гуна як беҳтаринҳоро ман дирӯз дидам ки инқадар мо шахсиятҳо доштем дар як соат дар ҳамон рӯнамои китоб. ман бисёр чизҳоро унҷо омӯхтам, бовар кунед, омӯхтам он чизҳоро омӯхтам ва агар мане ки инқадар китоб мехонаму вай мекунам, ман бехабар монда аз ин чизо. баъд аз он бечорае ки имрӯз дар ғами як бурданон аст, дар ғами надидааст дигар ҷоҳоро. гуфтед ки дар ҳар замони зиёё ба ҳар роҳу восита ҳарфашона мегуфтанд. имрӯз як иддао пайдо шуд ки гӯё дар Тоҷикистон 300 000 зиёӣ аст. хеле як шиор пайдо шуд. агар андешаи шуморо бифаҳмем, ба фикри шумо зиёӣ кист? ман фикр мекунам ки зиёӣ он нафаре нест ки китоб бисёр мехонад, чунки мо шахсиятҳоро медонем ки китобҳои зиёде мехонанд, аммо имрӯз овоз баланд намекунанд, агар ноадолатиро бинанд. имрӯз хомӯшанд, ё ин ки фақат ба чоплусӣ қисми зиёдашон машғуланд ва вақте ки вохӯрӣ мешавад бо президенти кишвар, онҳо дар бораи ё ягон китобашон дар бораи худашон мегӯянд, яъне ки дарди ҷомеаро намегӯянд. ҳамон одаме ҳаст ки зиёӣ ман ҳисоб мекунам ки вай ба ғайр аз аввал дарди ҷомеаро бо худ ҳис мекунад ва аз ноадолатӣ ранҷур мекашад. ҳатто агар натавонадам овоз баланд кунад, дар ҷое ки зарурият нест қарсак намезанад, яъне ки зинда буд намегӯяд. ва зиёӣ ҳамин нафаре ҳаст ки барои худ зиндагӣ намекунад. вай ояндаи фарзандонашро фикр мекунад, ояндаи набираҳоашро фикр мекунад ки оянда чӣ мешавад. бубинед, вақте ки ман дар Афғонистон як чанд маротиба будам, як чизи аҷоиб буд. дар ҳамон давре ки ҷангҳо мерафт, аллакай пеш аз ин толибон омадан ба сари ҳукумат, сорбонро аз Покистон оварданд. сорбонро ки яке ҳофизи машҳуртарин буд, ҳамон қадар пул сарф карданду оварданду дар як бинои хеле баҳашамат онҷо дар бораш гап задан, ҳама вазирон, ҳама гирья мекард ва сурудҳояшро мемонданд ва ғайра. яъне ки бибинед чӣ хеле қадршиносии шахсиятҳо ҳастанд ки гавҳарҳои худро мекунанд. аз мо чӣ? агар як нафар имрӯз соҳиби вазифа шавад, бибинед ки чӣ хел қарсакзанӣ мекунем ва баъди чанд рӯз мебинем ки онҳо аз кор озод карданд. бачаи Масуд, дар як китоби хотира ман хондам, вақте ки як маҳфили адабӣ ташкил мекунад дар давраи ҷанг, дар ҷабҳа, дар муқовимат, дар сангар, мега дар бораи китоб суҳбат мекарданд, дар бораи фарҳанг суҳбат мекарданд. як кас мега дар омаду гуфт ки дар фалон ҷои ҷабҳа рахна сурат гирифт, яъне унҷа хеле вазъият мушкил аст. мега бош, мо маҳфилро тамом мекунем, баъд мерем ин масъаларо мебинем. боз дуюмбора сеюмбора мегӯяд, баъд бисёр ба қаҳр ҷавоб медиҳад ки оё ҷанги мо, оё ин ҳама ҷонкании мо ба хотири ҳамин фарҳанг нест, ба хотири ҳамин китоб нест, ба хотири ҳамин илму дониш нест. яъне бубинед, шахсият вақте озода аст, вақте қудратманд аст, вақте гуфти шумо воқеъгӯ, воқеъбину, воқеънигор аст, барош фарқ надорад ки шароит ҷангӣ аст, буҳронӣ аст, ё намедонам бебандуборӣ аст, ё болои сараш ки ҳоким аст, он воқеият ҳам мегӯяд, он андешааш ҳам мегӯяд, барои фарҳанг хизмат мекунад. Черчилл вақте ки ҷанг мерафт, ҷанги дуюми ҷаҳон, ба вай ҳамон бюджети ҷангиро овардан ки имзо кунад. вай вақте ки дид, гуфт ки ин бюджети фарҳанг илм дар куҷо аст? баъд гуфтанд ки охе ин ҷанг рафта истодааст, аллакай қариб ки Англияро гирад, Германияи фашистӣ. баъд гуфтанд ки охе ин бюджети ҷангӣ аст. гуфт ки пас мо барои чӣ ҷанг карда истодаем?
و امضا نکرد و وقتی که برگردان و آوردن و در جای دوم بود، همون بودجه فرهنگی. همین وقتهای آخر وقتی که شما شخصیت‌های زیادی رو دعوت کردید، همه اون شخصیت‌هایی که در همین برنامه شما اشتراک کردن، همین ها رو من زیادی حساب میکنم. خصوصا همین یک تکان داد استاد عبدالقادر رستم به حد یک تکان داد، اگر چندی که این خیلی هم از اون یک جرأت طلب میکند و گپشو گفت. تلویزیون دولتی برای اینکه مردم این به فایده خودی جامعه شهروندی است، به فایده خودی دولت است. من باز یک چیز رو میخواهم بگویم که یک جوان رو پرویز رو گوش کردم، ای جوان است، آرزو خلوف. اینقدر من 2-3 بار وای رو گوش کردم، باور کنید. من دلم گرم شد که ما آینده داریم. ما همین خیلی اگر جوان ها باشن، جوان ها با بسیارتر گوش میکنن و ها میدونن که این صاحب ها شد. بسیار کاری خوب میکنید که جوان ها رو هم دعوت کنید. بعد یک چیز دیگر، اون چیزی که این روز زیاییان رو خریب و حکومت رو هم از راه دور میکند، این چاپلوسی است. من یک چیز رو میخوام مثال بیارم. وقتی که اون خانم رو از کار گرفتن، من نخواستم تیز این گپ رو بگویم و بعد چند وقت روزی مولدشان بود، نخواستم این گپ رو بگویم، اما این روز میگویم. از بس که وقتی که شیرین امانزاده رو تعیین کردن، و راستی گپ من از بسیار دوستانم شنیدم که خیلی یک بانوی دانشمند هست، سخنی برو دارد و غیره. خیلی خرسندم شدم روزهای اول. و وقتی که دیدم که علاقه روزی 4-5 اینقدر داد و فریاد شد که اینقدر در و 1-2 سفرهای نه سر کرده بود که او را ستاره نامیدن، در بورش فیلم گرفتن، این شعرها بخشیدن، اینقدر مردم در اینترنت که عموما وزیر مردمی شد. و من ترسیدم و 1-2 چی نوشتم که دوستا از من خفه هم شدن، گفتن چوبا این چیزا نوشتی؟ گفتم گوش کنید، این بسیار اگر همین خیلی شود 2 سالم وزیری کردن نمیتوان. وزارت راستی گفته وزارت بسیار وزارت وزنین است. حل کردن وای مسئله سیاسی است. بدبختانه وای مسئله اقتصادی نیست، چون که من قریب 5-6 سال اعضای کمیسیه دو طرفه بین روسیه و تاجیکستان بودم. با طرف روسیه تکلیف کرد که مرا هیئت برآورند، چون که من میگفتم که چیزی که میگه دروغ است، این کارو میکنید، این کارو نمیکنید. بودن حالاتایی که پشیمون شدید از جایی که کاش که همون کارو نمیکردید، یا از حقوق کسی دفاع نمیکردید، یا اینجا بعداً فهمیدید که مثلا اشتباه بوده است، یا فکر میکنید همه کار کردید درست بود تا اینجا؟ من یک بار چند بار تکرار کردم، همون راهی که من انتخاب کردم، حتی همون راهایی که برای من بسیار مشکل بود، از همه اونها من راضیم. وقتی که بعضی ها من میگن که چه راضی است که وقتی حبس کردن، من گفتم که همونم یک مکتبی بسیار وی است. اگر من میخواستم که مرا حبس نکنن، چند بار مرا دعوتم کردن، وظیفه‌های خیلی خوبم پیشنهاد شده، مثلا از طرف نبیوف و من یک وظیفه خیلی چند تا شاهدایی هم دارم کردم. در خانه میشیشتم، خاموش میشیشتم، هیچ کس من را دست نمیزد. وقتی که در سیاست خود را میزنید، شما دانید که شما را محبسم کردن ممکن، شما را دیگر واقعه به سرتان آمدن ممکن. بنابراین هم من از یگان همون حیاتی که داشتم، حیاتی که همه همون زندگی هم اگر هم خیلی جدا کنم، از همش راضی هستم. و باید بگویم که ما در نسلی، شما جوانان در نسلی که امروز ما اونها را بسیار وقت گناهگار میکنیم، ما هم جوابگر هستیم. نسل ما نتوانست که راه را هموار کند. نسل ما به رمانتیزم داده شدگی بودیم. معلوم بود است که سیاست این رمانتیک را نمیپذیرد، چون که ما تجربه نداشتیم. ما در یک سیستم زندگی میکردیم که تجربه نداشتیم که چی را ها کنیم، چی کار ها کنیم. ما نمیدونستیم که سیستم شوروی قدرت خود را نمیدهد. و وقتی که امروز ما میگوییم که مثلا کمونیست یا که دموکرات یا که
همه دین هایی که وجود دارن این را بهتر میگوییم اون را بهتر میگوییم ما نتوانستیم که یک جامعه گوناگون اندیشی رو توانیم بکنیم و دموکراسی هم این یک چیزی چی گوییم حتی در بعضی دولت هایی که خیلی دموکراتی است اونجا هم بعضا همه قانون های بشری پایمال میشوند اما اونها تحمل پذیرند همون قوه‌های اساسیش میتوانند پیش این چیز رو بگیرند اما قوه‌های اساسی که ما داریم مردم میگوییم خصوصا در اینترنت با یک توده مبادل شدن که اونها همین ندانسته و اونها هم گناهکار نیستن برای همین که اونها یک چیز رو دانند باید توانن که یک دو چیز رو و یک دیگر یعنی معلومه جامعه شهروندی تاجیکستان امروز یک جامعه شکست خورده میحسابید البته امروز برای که جامعه شهروندی برای که مستحکم باشد دولت هم باید مستحکم باشد دولت وقتی که پرابلم ها دارد پرابلم های زیادی دارد امروز میرا باید بگوییم راه حلش هست باید همین تنها دولت هایی که پیشروند یا که همین راه خود را انتخاب کردن جامعه شهروندیش هم مستحکم می شود این همین راه پاییز را به مثال میارد این همین راه پاییز اگر یک راهش ویران باشد راه دویمش نمیتواند معلومه جان در طول همین فعالیتات نگم بار پورا داده از کسی پورا گرفته اید چی گویم با من همین سوال را یک وقت یک امریکایی داد گفت که وقتی که مثلا من دکان فاکولته حقوق‌شناسی بودم معلوم است که چند نفرهای همکورسانم می آمدند و می گفتند که مثلا فرزندای ما داخل می شود این وای من می گفتم که من چی گویم من می توانم که بعضی معلم ها رو خواهش کنم یا که خودتون با اون مبلغ تید اونها تیار کنند همین فرزندای شما رو و گفتم به خانه می آمدن گفتم می آمدن دست خالی می آمدن می گفتم نه اونها می دانستن مرا نغز می شناختن اونها چی کار می کردن اونها می آمدن حتما مثلا کنفیت می آوردن یا یگان چیز خیلی چیزی تاجیکی است یا تحفه می آوردن من برای همین در خونم همه وقت منم همین خیلی چیزها می گرفتم می موندم وقتی که وایها می آمدن رفتنی می شدن من با اونها نیز یک تحفه می دادم یعنی که من یگان وقت تحفه هم نگرفتم حتی که در فاکولته حقوق‌شناسی این چیزها بود و یک نفر رو حتی من داشتم و دلم سوخت من گفتم اگر یک بار دیگر فهمم پول رو بگردان با اون مردک وقتی که شنیدم این چیز رو گفتم که تو رو پیش میکنم و غیره و غیره یگان بار ندادم و نگرفتم و همین تحفه یگانه من همین است که اگر یک دوست هم بیاید عموما دوستایی که دوره جوانی هم میآیند اونها از من وابسته نیستن و اونهایی که من دوستم اونها این خیلی نیستن همه بهترین ها دوستان منند چرا مثل شما در بخش اقتصاد در بخش نمیدونم سیاست در بخش فلسفه دیگر بخش ها به عنوان نداریم که نه تنها در سطح منطقه در سطح جهان و در داخل کشور صاحب اندیشه نیستن به فکر شما چرا زنان ما موقع روشن‌تر و بارزتر در سیاست در پرابلم ها در مشکلات ندارن و اندیشه هم نمیگن این علتش چیست معلومه علت اساسیش همین است که وقتی که همون ما قانون‌های زیادی عمومی بشری رو دکلاراسیون ها رو درباره بالا برداشتن موقع زن و غیره امضا کرد پارلمان این کار خوب هم است اما گپ درباره اینجا امکانیت ها می رود مثلا ما فکر میکنیم که ما هم ببینید در خارج هم در بسیار دولت ها میگویند که باید از 35% زیاد زن ها باشد این قانون است در بسیار دولت های اروپایی حتی باید اینقدر زن ها باشد در پارلمان و این چیز رعایت کرده می شود اما اونجا یک چیز دیگر است که ما همین رو نه همین ایدئولوژی که امروز باید بکنن نه منصبداران ما این کار رو نمیکنن حزبای سیاسی نمیکنن باید وقتی که او 35% 37% هست در بعضی دولت‌های اروپا 40% زن‌ها هستند همچون کوتا اونها در بین اون زن‌ها مبارزه هست
و یا هم تو برای زن بودنشان انتخاب نمیکنن اونها رو. چنان مبارزه هست در بین زنها که تنها همون مبارزه ها در بین خود زنها میتواند بهترین زنها رو به همون پارلمان و منصب ها و به پارلمان و به همه چی بیارد و اندیشه اونها رو بیدار کند. و اگر مثلا یک نفر یا که یک نفر مرد یک نفر زن اگر به یک کرسی پیشنهاد کرده شود، اگر من حس کنم که همین مرد بهتر است، من به مرد آواز میدهم، نه به جنسی زن. اما البته امکانیت های زن ویتر است، کوتاه‌تر است، اما باید اینجا امکانیت های زن ها چی کنند زیادتر باشد. و فقط میگویم که من در سایه معارف ما چقدر زنها داریم، در اون ساحه‌ای که زنها اونجا معاش بسیار کم هست، بی‌حد کم است و اونها کار کردن نمیتوانند. اونهایی که یک تاثیرشون رسیدن نمیشه. تا امروز ما یک سفیر داریم، همین خیلی نیست، ما یک خانمی سفیر داریم. گفت در سری اون است که همون پرویز مشرف در یک فرمانش به نزدیک دنیا را ترک کرد و یک فرمانش 16 نفر بانو را سفیرهای دولت‌های پیشقدمترین دنیا تعیین کرد و این روز هم آنها تعیین هستند. بنابراین هم ببینید که برای که ما خواهیم که زنها مثلا بخونن، افکار کنن و غیره کنن، اونها باید یک مستقلیتی معرفت نوکی داشته باشن. این معرفت نوکی بعضی دستگیری ها را هم طلب میکند، یعنی که امکانیت های برابر و تا یک مدت ممکن مثلا قرض های برای بعضی ها قرض های به مهلت دادن که همون بیزنسشون رو کنن دراز مدت، یا که هم تو بخشیدن، یا که با کارخانه هایی که امروز زنهای بسیاری به هر دولت ها می روند و بعضی کارهای ناشایسته بدبختانه مشغولند، اونها رو از این چیز دور می کند. که حاضر شما همین برنامه تان رو باید حتما گپ های همین نفرها رو در کتاب یک فوند تشکیل کنید که همین گپ ها باید به حد بسیار گپ های، من گفتم که من که کتاب میخونم من بسیار چیزها رو فهمیدم از این انسان ها، اینها این روز هستند و اینها رو استفاده بریم و همون جوان های هم میتوانند مثلا آیسته آیسته تاثیر گذارن. اینجا درباره خصوصا اویله هست، اویله ما توانیم که مردم رو کمتر برای روسیه تیار کنیم، چون هر یک نفری که به روسیه میرد اینجا خواندن چقدر مبلغ از خود همین مردم تاجیکستان، از همین دولت، از همین اندوسچیا صرف میشود و میرن تیارال در اونجا مثلا متخصصان بهترین ما رفته استاد پیش راهی این را گرفتن در کار با هر راهی که نباشد. این بسیار چیزی مهم است. دوم مثلا ما توانیم که شخصانی که امروز هستند در حیات از اینها استفاده، همین تلویزیون تاجیک خصوصا همون نفرهایی که در شما اشتراک کردن اقلا یک ماه یک مرتبه همین بگذار با این شما نبرید این رویو، همون وزیر فرهنگ همین چیز رو برد اونها رو دعوت کند، یکم که ما آوازی وی رو بشنویم، دوم همین شخصیت ها رو استفاده بریم. یک خوشخبر داریم در بخش کتاب ها، کتاب هوشنگ دیوانی هوشنگ ابتهاج سویا نو نشر شده است و این یک شاعر بسیار معروف ایران است که در آلمان وفات کردند، چند ماه گذشته در ایران وفات کردند و یک شاعر بسیار مشهور دوست داشتنی و این کتابش از خط نیوکون، از خط فارسی به خط سیریلیک برگردانده شده است و شما این کتاب رو میتوانید از تمام کتاب فروش‌های تاجیکستان دسترس کنید. بسیار غزل‌های شیرین، غزل‌های ناب و اندیشه‌های جالب در این نوشته‌ها، در این غزل‌ها و شعر و داستان‌هایشان دارند. کتاب دیوانی هوشنگ ابتهاج سویا. و ما در برنامه باز دو کتاب دیگر رو میخوایم معرفی کنیم که با هر دو این زنها که زمان در سیاست تاثیرگذار بودند، تبلیغ داشتن، رکلام داشتن، یکی خاطرات میشل اوباما یعنی تاریخ زندگی من، این کتاب رو میخوایم توصیه کنیم در این برنامه برای بانوان، برای نفرانی که میخوان بفهمن که یک زن در سرنوشت اویله در جامعه چه نقش دارد و خاطرات جالب برای تربیت فرزند و دیگر اندیشه میتونید رو بخونید. و معلومم شما با این زن کی واخوردید؟
بله. چی خاطرات دارید از میشل اوباما؟ من وقتی که اونجا دعوت شدم، من برای 7 روز دعوت شده بودم، اما از بس که مادرم بیمار بودند من گفتم که فقط برای 1 روز میروم. من باید به همه شتات های همون آمریکا میرفتم و مرا معرفی میکردن. من روز دوم خواستم که مرا برگردونن، اما 3 مرتبه با این خانم گفتگو داشتیم. او هم مکتب دارد، از همه اویله های کم بزاعت یک گروه رو دخترک های جوان رو در گرد خودش جمع کرده است، آنها رو با خودش به همه جا میبرد. این یک. دوم اینقدر یک خانم زمینی هست که ما مثلا وقتی که در یک جا میرویم، یک آخری هاست، یک چیز هست، با اویله زنهای رئیسای حکومت ناحیه ها گپ زده نمیشود. و چون مثلا همون زمانی که شما بخورید این خانم یعنی میشل اوباما زنی رقم 1 آمریکا بود همون وقتش، زنی مثلا پرزیدنت آمریکا و اون وقت به اون رقم 1 حساب میشود. چی خیلی بود مناسبتش با شما؟ بسیار. همه آمدند و مرا دیدند و یک نگاه کردند و بعد گفتن که من پیش از آن که شما اینجا اومدید شما رو کردن، من درباره شما کمتر معلومات دارم و من بسیار احترام دارم. گفتن مرا گرفتند و آغوش کردند و دست ما چی کردند و بعد من گفتم که شوخی کردم. من گفتم که من فکر میکردم که من خیلی زنه که قد بلندم و بینم یک قریب یک از من بلند است. بعد گفتم که وای این دفعه بیایم یک کبلوک بلند پوشیده میایم. بعد با همین من یک چیزی اطلس پوشیده بودم. بعد گفت که این بسیار زیبا است، این چیزی که به شما زیبا است. و بعد از این با صحبت کردند و گفتن که من گفتم که شما مقصدی وای ندارید، مقصدی بعد شاورتون مقصدی پرزیدنت شوی. گفت که من راستیگه پروفسور حقوق بود است، اینقدر دانشمند، اینقدر عادی. دو دختر دارد، دخترایش یکتاش اسیستنت یا آشپز بود است. این چیزا هست. یعنی که وای خودش با هم در زمین کار میکرده است و اینقدر نمیگوید که این اگر نمیدونستی که شما زنی فکر نمیکردید. عموما نه اینکه این کس اونجا همون وزیران بودند، همه شخصیت بسیار برومند جهان بودند، همش اومده سلام میکردند میگفتند که وای ما خرسند هستیم که مثلا شما خیلی دوستشان داشتم. خیلی از خاطراتون رو جای نوشتید؟ معلومه که فردا کسی از این واقعیت نشده بخوند خاطراتون رو مینویسید جای؟ حتما من این چیزهای در نظر دارم جمع کردگی بنویسید. حتما یه چیزای خواندنی باب میشن. و کتاب دومی که میخوایم برای شما پیشنهاد کنیم، یک وقت این بانو یکی از خیلی مشهورترین سیاستمداران نه تنها در اروپا در دنیا بود که حرفش حرف بود، گپش گپ بود و درباره این اخبار و خبرها زیاده بود و چندی است که از قدرت کنار رفته است، انگل مرکل. و این کتاب هم توصیه داده می شود که حتما بخونند برای بانوان، برای زنان. و چه خاطرات از مرکل دارید معلومه؟ این خاطراتی من همین که من که با همون آلمان رفتگیم بودم، یک روز من این رو در کوچه دیدم، در همون کوچه دیدم. بعد به من همون نفری که وای میکردیم ترجمانم بود گفت که مرکل است، پیاده رفته ایستاده بود، به فکرم با شوهرش بود. بعد من گفتم که من میخوایم ببینم. بعد هم رفتم، همین خیلی عادی، همین خیلی با یک وای در اومد، با یک مغازه در اومد. یعنی بانوی رقمی نه تنها اروپا، دنیا در رقم یک مغازه در آمد. بعد گفت که انا مغازه از خونه‌اش اونقدر دور است، این خونه وای است. گفت نه در پیش اون خونه یک نفر ایستادگی بود، نه یک چیز ایستاده بود. بعد در باشش من با یک نفر یاردمچی این بسیار نزدیک شناسم، چند بار راه خورده بودم، بسیار چیزای عجیب و رایب درباره این کسا نقل کردن. من وقتی که اینا میرفتن یک چیز خوبم در بارش نوشته بودم در صفحه فیسبوکم، در ویام امروز هم هست. در آخر برنامه خواستم که شما چون از استقلال دولتی ما 30 سال سپری گشت و اگر رفت همین پارچه صحبت شما حفظ شود و بعد 30 سال نسل‌های بعدی بیان و ببینن که یک بانوی بود با نام آیین حال با نظر را که خیلی فعال بودن، خیلی یک شخصی معروف و محبوب بودن در کشور، شما با اون نسل‌ها چی اندیشه دارید، چی پیام دارید و خلاصتون در موضوع کتاب و کتابخوانی بگید و ما برنامه را جمع بس کنیم. گذشته رو احترام کنند، میراث نیاگان رو احترام کنند و حتی امروزه رو کمتر فکر کنند، آینده رو، یعنی که خصوصا با علم‌های عمیق بسیارتر
муҳиме ки метавонад мардумро ба пеш барад. мо набояд имрӯз дар бораи масалан як либосу як чизе суҳбат кунем ва бисёртар ҳамин китоб як чизе ҳаст ки телевизор масалан ҳар гуна чизое ки дар телевизор мешавад интернет мешавад он тез аз хотир меравад, аммо ин китоб як чизе аст ки чунон нақшаш баланд аст ки вай мемонад ба ҳамон насли оянда ки мехоҳам ки бисёр онҳоро дӯст дорам ва дӯстам медорам, ман медонам, чунки имконият доранд имрӯз интернет аст, аз чизҳои бисёр истифода баранд. Якумин ҳамин хоҳиши ман ҳамин аст, ҳатто таваллои ман ҳамин аст ки ҳеҷ гоҳ ба чоплусӣ даст назананд. ҳамин чоплусӣ фасодро ба вуҷуд меорад. фасод решаи бадбахтии ҳам ҷомеа мешавад, ҳам давлат, ҳам ҳукумат. зори ташаккур мекунам аз номи худам ва аз номи тими китобхон, новобаста ба аз оне ки маълима вақти хеле кам доштанд ва бисёр боранҷурӣ ба ин шашум ошёна баромаданд, вале омаданд ва ҳарфашонро, андешаашонро, мавқеашонро чун ҳамеша зебо гуфтанд. ин барномаи китобхон буд. то барномаҳои оянда дар ҳифзу паноҳи худо бошед. худо ёрӣ оваратон.